دوستان ماهی زده یک نفری، دریا یک نفر، بسیار سخت نصیده ماهی شیر. یه جوری سنگین رو ماش شد. انشالله که در بیاد. وسطش چند بار اومدم دوربین رو آماده کردم. کسی هم نیست قایق رو هدایت کنه. ترولینگ با تومه کبی امیدوارم فقط شیر خوب باشه و کوسه نباشه. قشنگ سر میزنم. سرویس صبح اونا انجام دادیم با توجه به اینکه یک ساعت فاصله بود بین سرویس ها. یک ساعت دیگه ماهی گیری من با توجه دوستانی که میپرسن شما تنها خودتونم میرید ماهی گیری یا نه؟ بله، از زمان تایم باشه تنها ماهی گیری میشه. این فوکلاجه دوم هم نمیتونست جمعش کنه. جاشش که یه جاشه حداقل 900 گرم تا 1 کیلو بود. ببینید چه ماهی زده. دوستان اینجا جزیره زیبای کیش، خلیج همیشه فارس، بنده هم منسوجی کلوب ماهیگیر جزیره در خدمت شما دوستان هست. حالا اتفاقای مختلف هم داره میفته این وسط. توجه به اینکه تنها هستم قایق رو اصلا نگه نداشتم، همون سرعت رو کم کردم رو سرعت سلو داره میره. چهار تا سرب زیتونی اول و چهار تا بعد از 3 متر فرو کربن 4 تا سرب زیتونی بعد از 18 تا 20 متر و 4 تا سرب زیتونی دیگه هم بعد از 20 متر بعدش هم 70 متر نخ باز کردم. این برای تو عمق 80 متر که عمقمون کمتر باشه پیسه ها رو باید کرد. درجه شور میکنیم که بخواست بره جا داشته باشه. به سایش که خیلی خوبه.
جای همتون خالی. سایه شد. در این رستوران خلیده راحت منه گاف زدنش. علاج همونطور که میبینید باز میذاری هیچ وقت صرف نمی کنی که خواست کله کنه اصطلاحاً بشه درش هیچ عجله‌ای هم نمی کنی. وای رفت دوستان، رفت. البته میدونید ایراد از کجا بود؟ ریسه متحرک دوستان، ریسه متحرک که این قلابا بتونه جای بازی داشته باشه جواب نمیده.